شبکه کار در بخش هنر. کار ما که از کار هنر است، یعنی کار دستی است، تمامش با چوب کار میشه و در خانه کار میکنیم. کارگاه شخصی داریم و فعلا مشغول همین کار هستم، روی هم کارایم دوستای. فعلا چون ما جای مشخص نداریم به خاطر درس دادن و یک جای فیزیکی نداریم که ما در اونجا به فروش برسانیم کارهای ما را، چون در خانه کار میکنیم، کارگاه شخصی است، کارگاه خانگی است. یک 5 نفر شاگرد داریم. بازار فروشات خدا را شکر خوب است، مردم خوش میکنن. زیاد دوستای ما علاقمند کلیبنده و تابلوهایی که با چوب کار میکنیم علاقمندی زیاد دارن دوستا. و بازار فروش ما در نمایشگاه است. انشالله به کمک خدا دیگه پلان ما است که بخیر یک کارگاه معیاری بسازیم و شاگرد تربیت کنیم تا بتونیم این کار ما را گسترش بدیم. پیام بر جوانان و بر دختر خانمایی است که هیچ وقت تسلیم نشن. همیشه باید از یک راه بسته شد، نباید تسلیم شوند و خود از دست بدن. باید خودشان تلاش بکنن تا اینکه بتونن خودشان به جای برسونن.